اما یک اتفاقاتی داره در افغانستان میفته که این تردید رو ایجاد میکنه. اینا اعلام نمیکنن ولی ما که خبر داریم دیگه. مثلا خیلی خوب شده اینا یاد من آمد، 3 تا استان شما با ما هم مرزه. استان هرات روبروش استان خراسان رضوی شهر مشهد. در هرات همه کاره مسئول امنیتی طالبان کسی هست به نام مولوی توحیدی، ایرانی، بلوچ، جدایی طلب، دست راست آقای ریگی. استان فراه روبروی استان خراسان جنوبی، فراه مقابل بیرجند. همه کاره استان فراه در امور امنیت جناب آقای قاری ضیایی، ایرانی، بلوچ از قماندانای آقای ریگی جدایی طلب. استان نیمروز شهر زرنج مقابل استان سیستان بلوچستان ما و شهر زابل. این بلایی که دارن سر آب میارن. همه کاره مسئول امنیت جناب آقای عبدالمالک ملازاده، دست